در این پلیلیست در مورد نرم افزار SPSS صحبت میکنیم. در ویدئوی اول با محیط برنامه آشنا میشیم، در ویدئوی دوم داده هامون رو وارد میکنیم و اونها رو مرتب میکنیم و در ویدئوی سوم تکنیک های آماری و آزمون های لازم رو روی اونها انجام میدیم. دوستان قبل از اینکه بریم سراغ تکنیک ها و آزمون های آماری، من دو تا نکته رو میخواستم بهتون بگم. اول اینکه اگر SPSS رو باز کردین و دیدین به جای اینکه اینها اعداد داشته باشن در قسمت دیتا ویو دارین لفظ های فارسی میبینین و اون لیبل هایی رو میبینین که خودتون اونها رو قرار دادین، بدونید که این دکمه فعال شده. اگر روی این بزنید حالت عددش رو هم میتونید ببینید. یعنی مثلا این قسمت که ایشون مرد هستن در واقع کد 2 بوده یا ایشون کد 1 بوده که نوشته میشه زن. پس اگر خواستین جابجا بشین بین این دو حالت میتونید از این گزینه استفاده کنید. ممکنه یه وقتها کاربردی باشه برای اینکه محیطی مقدار فارسی تر و بیشتر حالت انسانی داشته باشه دیگه، از این حالت کدگذاری خارج بشیم. نکته دومی که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که ما قبلا مبحث مقیاس سازی رو با هم دیگه کار کردیم، خیلی به تفصیل، فکر کنم 20 دقیقه 25 دقیقه داشتیم اون رو توضیح میدادیم. اما من خواستم به جهت محکم کاری و اینکه این مبحث بسیار بسیار مهم هست در یادگیری SPSS و امتحان شما، یک بار دیگه این رو با این مثال جدید انجام بدیم. قرار هست که این سری متغیر Z1 رو بسازیم به اسم میزان علاقه به دانشگاه بر اساس بهترین گویه ها، که این دقیقاً همون قسمت از توضیحات هم میشد که میگفتم ما ادامه میدیم حذف گویه ها رو تا جایی که آلفای کرونباخمون بیشتر بشه، و بر اساس متغیرهای 12 تا 17 برگه پرسشنامه‌ای که داشتیم. توجه بفرمایید که ممکن است برخی از متغیرها نیاز به تغییر جهت در کدگذاری داشته باشن. من پرسشنامه‌ام باز میکنم. این برگه پرسشنامه نمونه من هست و از سال 12 تا 17 این قسمت باید یه متغیر ساخته بشه به اسم میزان علاقه به دانشگاه. اگر اینها رو مطالعه کنید متوجه میشیم که سوال شماره 13 و سوال شماره 16 انگاری که برعکس بقیه هستن. یعنی بقیه وقتی که کسی نمره 5 داده داره نگرش مثبت رو بیان میکنه نسبت به علاقه به دانشگاه، ولی این دوتا سوال انگار دارن برعکسش رو میسنجن. پس ما باید سوال 13 و 16 رو در مرحله اول ریکورد کنیم. برای این کار من نرم افزار SPSS رو باز میکنم، از قسمت ترانسفورم ریکوردینگ تو دیفرنس وریبل رو کلیک میکنم و اینجا 13 رو وارد میکنم. ابتدا اینجا بنویسم ری x13 گزینه چنج، حالا 16 رو وارد میکنم. اگر نمیبینید اینها رو میتونید یکم اینو بزرگتر کنید که دید بهتری داشته باشید. 16 رو هم اسمشو میذارم ری x16 و روی این گزینه کلیک میکنم. اشتباهی که ممکن است شما اینجا انجام بدین اینه که اون اول که میخواین اینها رو وارد کنین 3-4 تاشون رو وارد کنین، بعد حالا تک تک بعد اینا رو روشون کلیک کنید و تغییر رو حتما بزنید، وگرنه این گزینه براتون کار نمیکنه. حالا روی این کلیک میکنن و مقادیر جدید رو جاش جایگزین میکنن. حالا چک میکنم ببینم اینجا 5 مورد وارد شده. بله کاملا درسته. کانتینیو و اوکی. خب الان که اینها رو ریکورد کردیم یادمون میمونه که سال 13 و 16 رو ریکورد کردیم و این 6 گویه رو میبریم داخل قسمت پایایی آنالایز اسکیل و خط اول. پس من 13 و 16 رو میبرم داخل و از 12 شروع میشد 14 15 و فکر میکنم 17. خب اینجا این تیک رو کلیک میکنم که ردیف آخر اون جدول رو هم برای من نشون بده، در واقع ستون آخر رو برای من تشکیل بده و این هم روی آلفا هست و روی اوکی کلیک میکنم. خب الان آلفای ما 47 صدم هست از بین این 6 تا گویه‌ای که ساختیم و اینجا به ما میگه اگر که ما گویه از این که در کلاس ها غیبت میکنم احساس بسیار بدی دارم رو پاک کنیم آلفامون میشه 17 و این عدد بسیار خوبه، تقریبا نزدیک 8 هست. پس ما حتما این گویه رو پاک میکنیم. از اینکه در کلاس ها غیبت میکنم احساس بسیار بدی دارم، حقیقتا از اینکه این گویه رو دارم پاک میکنم احساس بسیار بدی دارم، اما مجبور هستیم که اینو پاک کنیم. پس یه بار دیگه اینو با این 5 تا میسنجیم. خب آلفامون شد همون 79 صدمی که بهمون وعده داده شده بود اگر پاکش کنیم به این عدد میرسیم. الان واقعا رسیدیم و این گزینه دروس دانشگاهی رو مناسب میدانم. اگر این رو پاک کنم آلفامون بیشتر هم میشه. پس من این گویه رو حذف میکنم. برمیگردیم اینجا آنالایز اسکیل
دروس دانشگاهی مناسب میدونم و پاک میکنم. این گویه رو مناسب میدونستم، بازم ناراحت شدم و الان به آلفای 8 رسیدیم. و دوستان در این مرحله بزرگترین عددی که اینجا داریم 79 هست، یعنی اگر 16 رو حذف کنیم به 79 میرسیم که این کوچیک‌تر از چیزی است که الان خودمون داریم. پس ما این متغیر جدید رو یا این مقیاس جدید رو بر اساس این 4 گویه باید بسازیم و این جواب سوالمون هم اینجا هست. کدام گویه ها به ترتیب در عملیات پایه‌ای حذف شدن؟ خب اون دوتایی بودن که حذفشون کردیم، یعنی فکر کنم این شماره از اینکه در کلاس غیبت میکنم هست، این گویه شماره 17 ما میشه و بعد از اون شماره 14. پس اینجا می‌نویسیم 17 x17 و x14. با کدام گویه ها عملیات کامپیوتر رو انجام دادید؟ با این گویه هایی که بر اون باقی موندن در قسمت خروجی ما، یعنی آخر صفحه 13 16 دانشگاه جایی هست 12 و گویه شماره 15. پس ما با 12 15 ری x 13 و 16 باید بریم و این متغیر جدید رو کامپیوت کنیم و بسازیم. پس من اینو باز میکنم، ترانسفورم کامپیوت وریبل، اینجا اسمش رو وارد میکنم، اسمش رو سوال به ما گفته بود Z1 بذاریم و اینجا اونها رو وارد میکنم. من اول از این 13 شروع میکنم، 13 به اضافه 16 به اضافه یا یکم بزرگتر کنم. این قسمت گفته بود که دانشگاه جایی است، دانشگاه رو خانه خود میدانم، دانشگاه جایی است به اضافه دانشگاه را خانه خود میدانم. خب با این 4 تا گویه قرار هست که بسازیم، اوکی میکنیم و الان میبینیم که ساخته شد. گفت اینا رو با هم دیگه جمع کردم و Z1 رو ساختم. بریم نگاش کنیم. اینجا برای ما در قسمت داده ها متغیر Z1 رو ساخت و حالا سوال گفته بود که آلفای کرومباخ متغیر چقدر بود؟ فکر کنم 8 بود وقتی که خواستیم بسازیمش. اینجا 803 هزارم بود. پس اینم اینجا می نویسیم و میانگین متغیر Z1 رو خواسته که اینم در واقع یادآوری همون مبحث فریکونسی است. از قسمت آنالایز گزینه دوم فریکونسی رو میزنم، اینجا Z1 رو وارد میکنم و اینجا گزینه میانگین رو روشن میکنم، اوکی میزنم و میانگینش 13 و 58 صدم هست. خب در ادامه میخوایم بریم با هم دیگه در مورد تکنیک‌های آماری صحبت کنیم. من بهتون فقط اینو نشون بدم که ما به یه فایلی رسیدیم که پر فرضیه هست. اینجا فرضیه‌های مختلف رو نوشته و هر کدوم از این فرضیه‌ها با یه تکنیک آماری میرن جلو و انجام میشن. مثلا این سوالی که پرسیده که آیا افرادی که معدل کلاس هفتمشون بهتر است بیشتر در برنامه‌های انجام علمی شرکت میکنن؟ این یه فرضیه هست که سر و کارش هم با x4 مون هست، یعنی معدل کلاس هفتم. اینجا رو تماشا کنید، x4 مون هست و این x11 که در برنامه‌های انجام علمی تاکنون چند بار شرکت کردید. این یه فرضیه هست که داره چیزی رو میسنجه، به یک جواب میخواد برسه که آره بیشتر شرکت میکنن یا بیشتر شرکت نمیکنن یا اصلا ربطی به هم دیگه این دو تا متغیر ندارن و نمیشه روی این قضیه صحبت کرد. ما یک کیلو فرضیه داریم، یعنی تا دلتون بخواد میتونیم از این پرسشنامه فرضیه در بیاریم و هر کدوم از اون فرضیه ها با یک تکنیک آماری یا با یک آزمون به جواب میتونن برسن. من اومدم تمام این تکنیک های آماری که احساس کردم بیشتر کاربرد دارن و در امتحان هم بیشتر به دردتون میخورن رو اینجا دسته‌بندی کردم و اینها رو نوشتم. تکنیک های ما و آزمون های ما یا آزمون های تفاوتی هستن یا رابطه‌ای یا چیزای دیگه هستن که بعداً ممکن هست بهشون اشاره کنیم، ممکن هم هست که کلا اینها رو نگیم. آزمون‌های تفاوتی ما آزمون تی تک‌نمونه، تی مستقل، تی زوجی، آزمون F یا همون تحلیل واریانس یک طرفه یا همون آزمون آنووا، آزمون تحلیل واریانس دو طرفه، آزمون مقایسه میانگین‌ها و موارد دیگه هستن. رابطه‌ای هامون همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن، همبستگی پارشال یا همون همبستگی جزئی، همبستگی دو متغیر اسمی که فکر کنم فی و کرامر و کراس تبز و بقیه موارد میشن و رگرسیون گرفتن که جزو در واقع مواردی میشن که دارن بررسی علت رو انجام میدن بین دو تا متغیر. ما اینها رو با هم دیگه میریم جلو. من فقط یه توضیح کلی در مورد آزمون‌های تفاوتی بهتون بدم. آزمون‌های تفاوتی اون آزمون‌هایی هستن که ما قصد داریم که بین یک متغیر کمی که داریم به عنوان مثال مثلا معدل کلاس هفتم ابتدایی یه عددی هست که کمیه،
قصد داریم که بین گروه‌های مختلف اونها رو بسنجیم. حالا یک زمانی داریم در آزمون تی تک نمونه مثلا اون نمره رو میسنجیم با یه عدد خاص. در آزمون تی مستقل داریم اون نمره رو بین دو تا گروه مختلف میسنجیم. در آزمون تی زوجی داریم دو تا نمره رو بین یک گروه میسنجیم. در آزمون F داریم بین چند تا گروه اون نمره رو میسنجیم. در آزمون تحلیل والنس دو طرفه داریم دو تا در واقع ویژگی رو میسنجیم با یک نمره که در ادامه توضیح بهتون خواهم داد. در مقایسه میانگین ها داریم میانگین نمرات دو تا گروه مختلف رو با هم دیگه مقایسه میکنیم که بسیار شبیه آزمون تی مستقل هست. در آزمون های رابطه‌ای بیشتر سر کارمون با خود متغیرها هست، یعنی اونجا دیگه با گروه آدما خیلی کار نداریم و داریم تأثیر متغیرها رو همدیگه رو بررسی می‌کنیم، اینکه این دوتا متغیر با همدیگه رابطه‌ای دارن یا نه، یا اگر این متغیر بیشتر بشه اون کمتر میشه، یا اگر این بیشتر بشه اون بیشتر میشه. بیشتر مبحثامون در مورد اون قضایا هستن. و در رگرسیون هم که مستقیما داریم علت بین دوتا متغیر رو میسنجیم و بررسی می‌کنیم و یه سری مقدار به دست میاریم. دو تا نکته هست قبل از اینکه شروع کنیم مجدد. یکی این که در فرضیه‌های ما یه عبارتی ممکنه بیاد و بگه که در میانه، یعنی مثلا این سالی که خوندیم با هم دیگه، آیا افرادی که معدل کلاس هفتمشان بهتر است بیشتر در برنامه انجامی شرکت میکنن، ممکنه بگه آقا در میان پسران، یا اینجا ممکنه مثلا بگه در میان افرادی که از کنکور خوششون میاد یا نمیدونم مثلا روزی 5 ساعت میخوابن. وقتی کلمه در میان رو شما شنیدین بدونین که قضیه برمیگرده به دستور select cases، یعنی ما همون کاری که قرار هست انجام بدیم رو انجام میدیم برای آزمون تی یا برای آزمون F یا هر آزمونی که داشتیم یا هر همبستگی که داشتیم، و فقط قبل از اینکه اون کار انجام بدیم میایم و select cases میکنیم، اون در میانی که گفته رو مشخص میکنیم برای برنامه، بقیه گزینه ها خط میخورن و در میان اونها این آزمون رو انجام میدیم. پس این در میان هیچ تأثیر نداره روی اینکه ما چه آزمونی رو باید انتخاب کنیم. و نکته دوم که بسیار پر استناد هست اینه که سیگ باید زیر 500 باشه که بگیم معنیدار هست. در تمام این آزمون هایی که داریم حل میکنیم به غیر از دو تا استثناء که جلوتر در موردشون توضیح میدیم به یه چیزی برمیخوریم به اسم سیگ. قبلا هم داشتیمش، قسمتی که میخواستیم اعداد رو بررسی کنیم که نرمال هستن یا نه، اونجا یه سیگی داشتیم. در تمام این رابطه ها و آزمون هایی که در جلوتر خدمتتون توضیح خواهم داد سیگ باید زیر 500 باشه که بگیم آقا این تفاوته یا این رابطه معنیدار هست از نظر آماری. حالا اینکه معنیداری از نظر آماری چیه ما کاری بهش نداریم، این برمیگرده به روش تحقیق و کاربرد آمار در علوم اجتماعی. ما فقط میدونیم که در SPSS یه سیگ به ما نشون داده میشه، ما بررسی میکنیم اگر زیر 500 بود میگیم این تفاوت یا این رابطه یا این آزمون معنیدار هست، و اگر بالای 500 بود میگیم که معنیدار نیست. اگر بخوام یکم بیشتر براتون توضیح بدم، در واقع پیش‌فرضمون اینه که اگر ما روی 100 نفر یک آزمونی داریم انجام میدیم، از نظر علم جامعه شناسی با دقت 95% فقط 5 نفر حق دارن که در اون آزمونه خطا کنن یا اون کار رو انجام ندن که ما بگیم این آزمونه معنیدار هست. یعنی اگر من یک آزمونی رو اجرا کردم و سیگ من شد 400، به این معنی است که از اون 100 نفره 96 نفر اون اتفاق روشون اثر کرده یا معنیدار بوده یا اتفاق افتاده و میگیم آقا چون 4 نفر هست مشکلی نیست، این معنیدار هست. اما اگر این 4 نفر شد 10 نفر، یعنی سیگ ما شد 1/10، اسخای میکنم سیگ ما شد، درست گفتم، همون 1/10، یعنی اینکه دیگه اصلا این آزمون معنیدار نیست و شرط ما این هست که سیگ زیر 500 باشه. حالا نمیخوام گیجتون کنم با این توضیحات، فقط این جمله رو حفظ کنید که سیگ اگر زیر 500 باشه خوبه، معنیدار هست، به غیر از 2 تا استثناء. اجازه بدید اون 2 استثناء رو من خدمتتون معرفی کنم. مورد اول نرمال بودن بود. زمانی که ما داشتیم بررسی می‌کردیم این متغیر ما نرمال هست یا نه، به یک عددی برمیخوردیم، به یک سیگی برمیخوردیم که توی اون مورد باید سیگ بالای 500 می بود که بگیم نرمال هست. در این استثناء که نرمال بودن داده ها هست، ما میگفتیم که اگر سیگ بالای 500 باشه اتفاق خوبی افتاده و داده ها نرمال هستن. و استثناء دوم هم در ادامه باهاش مواجه میشیم، بررسی تامین شدن برابری واریانت در آزمون تی مستقل. توی آزمون تی مستقل یه بخشی داره جدا از سیگ اصلی خودمون، یه سیگ دیگه هم داریم. توی اون سیگ دیگرمون اگر که بالای 500 باشه اتفاق خوبی افتاده و برابری واریانس
تامین شده و یه سری کارها رو اون قسمت باید انجام بدیم. پس به صورت کلی سیگ باید زیر 500 باشه که بگیم معنیدار هست اون رابطه، اون تفاوت و اون اتفاقی که می‌خوایم انجام بدیم. ما به صورت کلی استقبال می‌کنیم از اینکه سیگ زیر 500 باشه و زیر 500 رو دوست داریم. زیر 500 اتفاق خوبی هستش به غیر از دو مورد. یک، زمانی که قرار هست نرمال بودن یک متغیر رو بررسی کنیم، اونجا اتفاقا سیگ باید بیشتر از 500 باشه تا اینکه بگیم نرمال هست این متغیر. و دو، زمانی است که در آزمون تی مستقل یک سیگ دیگری هم داریم جدا از سیگ خود آزمون تی مستقل و اون اگر بالای 500 باشه میتونیم بگیم که برابری واریانس بین داده ها تأمین شده و یه اتفاقی اونجا میفته که جلوتر بهش میرسیم و خدمتتون توضیح میدم. با دونستن این دو تا نکته که خدمتتون گفتم میریم سراغ اولین آزمونمون، آزمون تی تک نمونه. من فرضیه‌اش رو براتون میارم. خب این فرضیه به عنوان نمونه است. میگه آیا میان نمرات معدل کلاس هفتم پاسخگویان و معدل اعلام شده استان کرمان که نمره 16 هست تفاوت معنیدار وجود دارد؟ دوستان آزمون تی تک نمونه چیکار میکنه؟ بذارید برگردم به این تصویر و خدمتتون توضیح بدم. آزمون تی تک نمونه میاد یه متغیر رو از داده‌های ما انتخاب میکنه که در اینجا مثلا معدل کلاس هفتم پاسخگویان هست یا همون x4 ما و این رو میسنجه با یک عدد دیگری. یعنی میاد اینها رو که در تصویر میتونید ببینید x4 رو، این نمره هایی که بچه‌هامون داشتن، اینا رو میسنجه با نمره 16 و میخواد ببینه که آیا اینا با نمره 16، یعنی در واقع اینجوری بهتون بگم میانگین این 17 تا عددی که میبینید با نمره 16 تفاوت معنیدار داره یا نه. یعنی میتونیم بگیم که مثلا بچه‌های ما درسشون بهتر بوده در کلاس هفتم تا بچه‌هایی که اهل کرمان هستن. میتونیم همچین ادعایی رو مطرح کنیم که مثلا میگم فرقی هست بین بچه‌های استان کرمان که نمرهشون 16 بوده با بچه‌های پرسشنامه خودمون که 17 نفر هستن و میانگین نمراتشون حالا میایم حساب میکنیم و میبینیم آیا میتونیم بگیم فرقی هست از نظر آماری و این دوتا با هم دیگه تفاوت دارن، که در ادامه ممکن است بررسی کنیم خب چرا مثلا استان کرمان درسش بهتر بوده از مثلا استان فارس و شهرستان شیراز، یا مثلا برعکسش چرا اتفاقا کرمانی‌ها درسشون بدتر بوده نسبت به دانشجوهای دانشگاه شیراز که در گذشته حالا کلاس 4 ابتدایی، کلاس 7 ابتدایی معدلشون رو وارد کردن و از اینجور دسته سوالات. پس بریم آزمون رو انجام بدیم. در SPSS از قسمت آنالایز روی گزینه کامپیر مینز میرم و اینجا وان سامپل تی تست رو کلیک میکنم. بعد از اون میتونم صفحه رو یکم بزرگترش کنم. متغیری که میخواستم بسنجم که x4 بود رو در همین بالا وارد میکنم و اینجا نمره 16 رو تایپ میکنم. نمره 16 نمره‌ای بود که خود صورت سوال به من گفته بود با این نمره بررسی کن که تفاوت معنیدار دارن یا نه و من روی اوکی کلیک میکنم. اینجا به ما یه سری اطلاعات خب اولیه میده. میگه 17 نفر رو بررسی کردم برات، میانگین اینا 14 بود، انحراف معیارشون انقدر بود و این پایین هم اون در واقع جدول آزمون تی تک نمونه ما رو داره بهمون نشون میده. میگه مقدار تی که به دست اومد -1.5 بود و سیگی هم که داریم 14 صدمه. دوستان سیگی که الان به دست آوردیم 14 صدم هست و در قانونمون داشتیم سیگ باید زیر 500 باشه که بگیم معنیدار هست. سیگی که الان در جواب برای ما به دست اومده با توجه به اینکه بیشتر از 500 هست، یعنی 14 صدم هست، معنیدار نیست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم تفاوتی میون معدل کلاس هفتم ابتدایی شرکت کننده‌های خودمون که 17 نفر بودن با معدل استان کرمان وجود داره. ما نمیتونیم بگیم همچین تفاوتی وجود داره و بنابراین میتونیم بگیم تفاوتشون معنیدار نیست. برگردیم به فرضیه. اسم آزمون رو می‌نویسیم تی تک نمونه. مقدار آزمون همون جوابی است که تی برای ما محاسبه کرده که -1.5 هست این قسمت و اینجا سطح معنیداری رو می‌نویسیم همین مقداری که در سیگ هست، یعنی 14 صدم یا 146 هزارم و تحلیلم این هست که میانگین نمرات معدل کلاس هفتم پاسخگویان و معدل اعلام شده استان کرمان تفاوت معنیدار وجود ندارد. این تحلیل این فرضیه هست.
میریم سراغ آزمون تی مستقل با این فرضیه: آیا میان جنسیت بر حسب نگرش نسبت به کنکور تفاوت معنیدار وجود دارد یا ندارد؟ دوستان این سوال رو نباید اشتباه بگیریم با اون جمله در میانه. اینجا در میان نداشتیم، اینجا دو تا متغیر داریم، جنسیت و نگرش نسبت به کنکور. من پیشنهاد میکنم به هر فرضیه که شما میرسین یه خطی زیر اینها بکشین، یعنی اینجوری برای خودتون روی کاغذ با خودکاری که دارید زیر جنسیت خط بکشین و بنویسین این آقا x1 ما هست و زیر نگرش نسبت به کنکور هم خط بکشین و بگین که در واقع x چندمون هست. من فکر میکنم v1 مون بود. حالا الان میریم با هم دیگه داخل داده‌مون بررسی میکنیم. اینجوری براتون بیشتر شفاف هست که اوضاع از چه قراره. آره v1 مون نگرش نسبت به کنکور هست که با هم دیگه ساختیم و v2 مون هم نگرش نسبت به دانشگاه بود. این رو من نوشتم که بعداً خواستیم دوباره بیایم سراغش بدونیم که اوضاع از چه قرار هست. خب پس این فرضیه داره روی x1 من و v1 من دست میذاره و میگه بین آیا میان جنسیت بر حسب نگرش نسبت به کنکور تفاوت معنیدار وجود دارد یا نه. فکر کنم البته صورت فرضیه باید بازنویسی بشه و یکم از نظر علمی درست‌تر باشه، اما صرفاً بهش بسنده می‌کنیم و فکر کنم اوکی باشه. این سوال تی مستقل ما هست. حالا چرا تی مستقل ما هست؟ دوستان در تی تک نمونه ما اینو دیدیم که داشتیم نمرات شرکت کننده‌های خودمون رو با یه عدد ثابت میسنجیدیم. این سری در تی مستقل قرار هست که بین دو تا گروه از شرکت کننده‌های خودمون نمره یک چیزیشون رو، یه نمره آزمونشون رو، یه نمره به دست اومده از یه مقیاسی رو، اینها رو با هم دیگه مقایسه کنیم و ببینیم که بین این دو تا گروه فرق وجود داره یا نه. یعنی در فرضیه‌ای که داریم می‌خوایم بسنجیم بر اساس این نگرش نسبت به کنکور که برای تمام شرکت کننده‌های من یه دونه V1 وجود داره. این قسمت ببینید این قسمت V1 برای هر کدوم یه نمره حساب کرده، 3 6 4 5 9. ایشون از همه فکر کنم بیشتر عاشق کنکور بود، این سه‌یا اصلا کنکور دوست نداشتن و همه این ماجراها میتونیم بگیم بین پسرا و دخترها یه فرقی وجود داره. مثلا میگم پسرا بیشتر از کنکور خوششون میاد چون مثلا در ادامه ممکنه حدس بزنیم که چون ممکن است که سربازیشون رو عقب بندازه یا هر چیز دیگه‌ای، یا میتونیم بگیم که دخترها بیشتر کنکور دوست دارن. اصلا فرقی بین میزان علاقه این دو تا هست بر اساس داده‌هایی که داریم بین این 17 نفر. برای این کار از آزمون تی مستقل استفاده میکنیم. دوباره از همون مسیر آنالایز کامپیر مینز رو کلیک میکنیم و این سری به جای اینکه وان سامپل تی تست رو بزنیم روی ایندیپندنت سامپلز تی تست کلیک میکنیم. این دقیقاً همون تی مستقل ما هست و اینجا دوباره من صفحه رو بزرگ میکنم، اون عددی که قرار هست بسنجیم رو وارد میکنم که نگرش نسبت به کنکور هست و این پایین قرار هست که گروه بندی رو به SPSS بگیم. میگه اون متغیری که داخلش گروه بندی ها انجام شدن رو به من معرفی کن. خب اون متغیر جنسیت. داخل x1 ما یه شرطی داشتیم و میپرسیدیم که جنسیت شما چیه. اگر زن بودن 1 بودن، اگر مرد بودن 2 بودن. من همین جنسیت رو خیلی راحت وارد میکنم و ببخشید این بالا نباید وارد کنم، انتخابش کردم، این پایین واردش میکنم در قسمت متغیر گروه و اینجا گروه ها رو میخوام بهش معرفی کنم. گروه 1 هم شماره 1 و گروه 2 هم شماره 2. روی کانتینیو کلیک میکنم و اوکی میزنم. یه توضیح بهتون بدم که اون دکمه چی بود. زمانی که شما میخواین مثلا قومیت رو وارد کنین و میخواین بین مثلا لور و ترک بسنجین که نمراتشون نسبت به کنکور فرق داره یا فرق نداره، اون زمان به جای اینکه 1 و 2 بزنید که زن و مرد در x1 بود، میزنید مثلا 2 و 3. بین این دو تا گروه میسنجه. یعنی در واقع بچه‌ها آزمون تی مستقل فقط بین دو تا گروه میسنجه و مقایسه میکنه میانگین‌هاشون رو. محدودیتش دو گروهیه. بنابراین شما اگر هر متغیر دیگری رو هم وارد کنید، مثلا اگر که شماره 19 x19 رو وارد کنید، بین اونایی که مثلا گفتن از فیونا خوشم میاد یا اونایی که گفتن از شریک خوشم میاد، بین این دو تا گروه فقط میتونید بسنجید، نمیتونید 5 تاشو با هم دیگه بسنجید. این از این و برگردیم سراغ این قسمت ما. خب آزمون تی برامون انجام شد و این قسمت داره به ما نشون میده، میگه شما 6 تا زن داشتی 11 تا مرد، بعد میانگین این دو تا رو حساب کرده. میگه آقا زنا به صورت کلی نمره 4 و 83 داده بودن به نگرش نسبت به کنکور که اگرتون باشه از 3 بود تا 9 و مردا 4 و 73 دادن. خب به نظر میاد که خیلی با هم تفاوت ندارن، ولی این تفاوت رو ما نمیتونیم بگیم که تفاوت دارن یا ندارن. باید ببینیم که SPSS از نظر آماری اون رو چطور برای ما حساب کرده. یه جدول بزرگ داریم بچه. اینجا یک نکته‌ای هست، مثل آزمون قبلی نیست که ما خیلی ساده بتونیم بگیم که سیگش اینه و مثلا تفاوت وجود داره یا نه. این سری 2 تا سیگ داریم. نگاه کنید این قسمت سیگ دو دامنه تو تیلت
که اینجا داشتیم همیشه 2 تا عدد داره، یه دونه 9 11 داره، یه دونه 9 0 9 داره. حالا ما باید کدوم رو در نظر بگیریم؟ کدوم سیگ حقیقی ما هست برای آزمونی که انجام دادیم؟ بچه‌ها آزمون تی مستقل یه شرطی داشت و میگفت که باید در واقع برابری بین واریانت ها تأمین شده باشه و برای اینکه این قضیه رو چک میکرد میومد از تست لون کمک میگرفت. من نمیخوام گیجتون کنم، خیلی ساده میخوام بهتون بگم. ما باید برای اینکه بدونیم سیگ مد نظر ما 911,000 هست یا 909,000 و با کدوم کار داریم و کدوم رو باید به عنوان معیار قرار بدیم و داخل جواب بنویسیم، باید برگردیم این قسمت سمت چپش و سیگ خالی رو یه چک کنیم. عدد 87 سیگ آزمون لون هست که الان 87 صدمه. دوستان اگر که این عدد بیشتر از 5 صدم بود یعنی اینکه شرط برابری واریانس ها تامین شده و ما به خط اول کار داریم، و اگر این عدد کمتر از 5 صدم بود یعنی اینکه شرط برابری واریانس تامین نشده و ما با خط دوم کار داشتیم. یعنی الان که بیشتر از 5 صدم هست و 87 صدم هست یعنی اینکه شرط تامین شده و ما با خط اول کار داریم و عدد سیگ ما 911 هست. پس من یه بار دیگه بهتون توضیح میدم بچه‌ها. برای اینکه بدونیم سیگ ما بالایی هست یا پایینی باید به این سیگ خالی توجه کنیم که مربوط به آزمون لون هست. یه سری پیش‌فرض‌های آماری، یه سری پیش‌شرط‌های روش تحقیقی داره و اگر این بیشتر از 5 صدم بود شما به خط اول نگاه میکنید و این سیگ برای شما معتبر هست و همینطور این تی برای شما معتبر هست. حالا میخواین بنویسین اون رو در برگه سوالات. و اگر که در واقع شما ببینید که این عددی که اینجا هست کمتر از 5 صدمه به خط دوم توجه میکنید، این تی و این سیگ برای شما در نظر گرفته میشه به عنوان جواب سوالتون. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که آقا همیشه همین مینویسه سر جاش، یعنی مثلا اگر این پایین مینوشت یعنی اینکه کمتر از 5 صدم بود؟ جواب اینه که نه، این همیشه به صورت پیش‌فرض بالا مینویسه. شما باید توجه کنید که این بیشتر از 5 صدم هست که خط اول رو نگاه کنید یا کمتر از 5 صدم هست که خط دوم رو نگاه کنید. پس ما چون این 87 بیشتر از 5 صدم هست خط اول رو نگاه میکنیم و سیگمون 911 هست. دوستان برگردیم به شرط خودمون، سیگ باید زیر 5 صدم باشه که بگیم معنیدار هست. چون الان سیگی که داریم 911 هست، در واقع 91 هست و 91 خیلی بیشتر از 5 صدم هست، پس میتونیم بگیم که تفاوتی که داریم معنیدار نیست، در واقع فرقی نداره، هم زن و هم مردا تفاوت بین معدل میانگینشون وجود نداره که چقدر از کنکور خوششون میان. و بریم به فرضیه جواب بدیم. نام آزمون تی مستقل، مقدار آزمون خب اون عددی بود که گفتم عنوان تی باید بنویسیم. این قسمت 113 هست. سطح معنیداریش فکر کنم 91 بود و تحلیلش هم اینه که میانه، بذارید من صفحه رو حسابی شلوغ کنم، میان جنسیت بر فلان فلان این بیاد اینجا تفاوت معنیدار وجود ندارد. خب بریم سراغ فرضیه بعدی. آیا میان نمرات امتحان SPSS یک گروه از دانشجویان ترم 4 که در 2 مرتبه از آن آزمون گرفته ایم تفاوت معنیدار وجود دارد؟ بچه این فرضیه تکنیک آزمون تی زوجی هست. کلیت ماجرا اینه که بذارید یه بار دیگه دوباره همه رو از اول بگم. در آزمون تی تک تمونه ما داشتیم نمره یک گروه از بچه‌ها رو با یه عدد خیلی خاص میسنجیدیم و مقایسه میانگین انجام میدادیم. در آزمون تی مستقل داشتیم همون نمره رو بین 2 تا گروه مختلف از بچه‌ها میسنجیدیم که مربوط به خودمون بود، در پرسشنامه خودمون اونها رو داشتیم. در آزمون تی زوجی ما این سری 2 تا نمره داریم برای یه سری از بچه‌ها. من داده‌شو الان خودم اینجا ایجاد کردم که به شما نشون بدم. فرض کنید در همین پرسشنامه‌ای که داشتیم ما از بچه‌ها امتحان گرفتیم و اسمش رو گذاشتیم A1 و نمره بچه‌ها رو اینجا وارد کردیم. ببینید الان مثلا ایشون 8 شدن، ایشون 5 شدن، 1 شدن، 2 شدن و نمره بچه‌ها رو میتونیم ببینیم. بعد از اون برای دوستان کلاس برگزار کردیم، بهشون 20 جلسه مداوم درس دادیم، امتحان گرفتیم، آزمون دادیم و کلی کار کردیم. بعد در پایان ترم هم از اونها ما آزمون گرفتیم، اسم نمراتشون رو گذاشتیم A2 یعنی آزمون 2 و در این ستون نمرات رو وارد کردیم. ببینید مثلا من خدایی که نمرهشون 1.5 بود نمره 20 گرفتن. چقدر این کلاس میتونه تاثیرگذار باشه. یا ایشون که 7 بوده 19 شدن،
ایشون که بالاترین نمره کلاس بودن شدن 19، فقط یه نمره انگار کلاس بهشون کمک کرده. و خلاصه 2 تا گروه 2 تا متغیر نمره داریم. این آزمون اوله، این آزمون دومه که به فاصله مثلا 3 ماه یا 6 ماه گرفته شدن از همون 17 نفر. یعنی 17 نفر در این داده های ما ثابت هستن و نمراتشون دقیقا همون نمره ها هست. میخوایم بسنجیم که آیا این نمره ها با این نمره ها تفاوت معنیدار دارن یا نه. یعنی اینکه مثلا این نمره یهو 18.5 تا بیشتر شده، آیا اینجوری هست که واقعا تمام اینا یا به صورت میانگین اینها با اینها فرق داشته باشن که بعد بفهمیم که مثلا این A2 بیشتر شده. من تلاش کردم عددا رو خیلی ملموس بنویسم، ولی ممکن است که مثلا واقعا عددها یه جوری باشن که شما نتونین چشمی تشخیص بدین که اینها فرق دارن یا فرق ندارن یا اینا بیشترن یا اونا کمتر هستن. و اصلا اگر چشمی هم بتونیم تشخیص بدیم، ما باید حتما این دوتا رو بریم با SPSS حساب کنیم. یعنی ممکن است که ما الان بگیم آره واقعا همه نمراتشون بهتر شده نسبت به قدیم و واقعا فرق بین این دو تا وجود داره، ولی SPSS ما بگه که آقا از نظر علم آماری بین این دو تا هیچ فرقی وجود نداره، جفتشون یه چیز هستن، یعنی جفتشون فرقی نداره بینشون که مثلا واو چقدر خوب این استاد درس داده و عامل‌های دیگه‌ای که حالا در دروس روش تحقیق باید دنبالشون کنیم. پس بریم آزمون تی زوجی رو برای این دو تا متغیر انجام بدیم. آنالایز کامپیر مینز، این تی تک نمونه بود، این تی مستقل بود و این هم تی زوجی هست. پیر سامپلز تی تست. اینو باز میکنیم و اینجا اینو باز میکنیم. ببینید ما میتونیم چندین تا آزمون رو با همدیگه بسنجیم. ما الان فقط با یه دونه پیر کار داریم. اینجا وریبل 1 رو وارد میکنیم یعنی A1 و اونجا A2 رو وارد میکنیم. این ردیف 2 که باز شده به خاطر این است که ممکنه مثلا من اینجا A3 و A4 و A5 و A6 هم داشتم و اینجا مثلا میخوام همزمان A6 و A4 هم با هم دیگه بسنجم، ولی خب ما فعلا کاریش نداریم و فقط A1 رو با A2 میخوایم بسنجیم. روی گزینه اوکی کلیک میکنیم و اینجا به ما نشون میده، میگه نگاه داخل جفت این دوتا 17 نفر شرکت کردن. یه میانگین هم برای ما نوشته، میگه که داخل آزمون شماره 1 میانگینش نمرات 9 بوده، تقریبا کل کلاس افتادن و در آزمون شماره 2 میانگین 16 بوده. و اینجا برای ما این آزمون رو حساب کرد دوستان. ببینید الان سیگمون 0.00 هست، یعنی در واقع اگر بخوایم بررسیش کنیم کمتر از 500 هست و ما شرطمون این بود که سیگ باید زیر 500 باشه که بگیم معنیدار هست. پس چون این سیگ زیر 500 هست میتونیم بگیم که این تفاوت معنیدار هست و مقدارش هم منفی 5.57 هست. پس ما اینجا می نویسیم تی زوجی، مقدار آزمون همون چیزی بود که الان خدمتتون عرض کردم، منفی 5.57 و سیگ هم که در واقع 0 هست. من تمام برنامه رو دور باز کردم و بستم. این منفی 5 رو فکر کنم چرا 4 بود خورده ای، سیگ هم که 0 می نویسیم. تحلیل است که بین نمرات فلان و فلان تفاوت معنیدار وجود دارد. آیا میان قومیت بر حسب نگرش نسبت به دانشگاه تفاوت معنیدار وجود دارد؟ دوستان این سوال دقیقاً شبیه همون سوال تی مستقل هست. ما یک متغیر داریم به اسم قومیت که در پرسشنامه‌مون سوال شماره 3 هست. اینجا حتما یادداشت می‌کنیم x3 و نگرش نسبت به دانشگاه فکر می‌کنم مربوط به زیه که ما میشد در پرسشنامه‌مون. بریم اینو چک کنیم. قسمت متغیرها Z1 نگرش نسبت به دانشگاه. میخوام که بسنجیم ببینیم که آیا میان قومیت‌های مختلف که شامل فارس، ترک، لور و سایر موارد میشه تفاوتی وجود داره از نظر نمراتشون با بقیه بر حسب نگرش نسبت به دانشگاه. یعنی خلاصه و فارسیش اینه که اینجوری هست که مثلا بگیم فارسا در مقایسه با ترکا بیشتر از دانشگاه خوششون میاد یا برعکس، یا تفاوتی اصلا وجود داره، یا میان ترک‌ها و لورها تفاوت وجود داره، یا بین سایر موارد و فارسا تفاوت وجود داره. دوستان آزمون تحلیل واریانس یک طرفه یا همون آزمون F یا همون آزمون آنووا برای این کار ما داریمش و این کار برای ما انجام میده. در واقع در آزمون تیم مستقل داشتیم که فقط بین 2 تا گروه میسنجیدیم، این سری داریم همزمان بین 4 تا گروه 2 تا این کار رو انجام میدیم و میسنجیم. بریم آزمون رو اجرا کنیم. دوباره از قسمت آنالایز کامپیر مینز این سری روی آنووا کلیک میکنیم. وان وی آنووا یعنی تحلیل واریانس یک طرفه. من پنجره رو بزرگ میکنم که بتونم بهتر ببینم.
خب دوستان، در قسمت بالای صفحه اون متغیری که قرار هست بسنجیمش رو وارد میکنیم که اینجا نگرش نسبت به دانشگاه هست و این پایین هم که نوشته فاکتور، اون متغیری که در اون گروه‌های مختلف قرار دارن رو انتخاب میکنیم که اینجا قومیت هست. دیگه نیازی هم نیست که بگیم این دو تا گروه رو فقط بسنج، خودش به صورت خودکار تمام گروه‌ها رو با هم دیگه میسنجه. روی گزینه اوکی کلیک میکنم و جدول نتایج رو میخوایم ببینیم. این قسمت جدول آزمون آنووا هست و یه دونه سیگ هم کلا بیشتر نداره، 75 صدم. این داره به ما نشون میده که در واقع چون که طبق قانونمون سیگ باید زیر 5 صدم باشه که بگیم معنی دار هست، این معنی دار نیست و تفاوتی بین گروه‌های مختلف وجود نداره. خب دوستان، اما اگر که این تفاوت معنی دار بود، چطور باید میفهمیدیم که بین کدومی که از این دو تا گروه معنی دار هست؟ یعنی شما زمانی که تعیین کنید که معنی دار هست، باید نام ببرید، بگید بین این دو تا معنی دار هست، چون که نمیتونید بگید بین تمام گروه ها این تفاوت معنی دار هست. اگر می‌خواستیم متوجه بشیم که بین کدومی که از این دو تا گروه ها تفاوت معنی دار هست، باید این قسمتی که می‌خواستیم آزمون رو اجرا کنیم یه تیک دیگر رو هم فعال می‌کردیم. من اینو باز کنم دوباره از گزینه پست هاک، این قسمت من تو کی رو فعال میکنم، کانتینیو میزنم و از قسمت آپشن هم این تیک گزینه سوم رو کلیک میکنم که فعال بشه و روی اوکی کلیک میکنم. دوستان، در همچین حالتی برای ما یه جدول خیلی بزرگ رو نمایش میده که اومده گروه ها رو دوتا قرار داده، مثلا فارس و ترک، فارس و لور، فارس و سایر، ترک و فارس، ترک و لور، ترک و سایر و این قسمت داره یه سری سیگ می نویسه. دوستان، اگر سیگ هر کدوم از اینها کمتر از 500 بود، برای ما یه علامت ستاره میذاشت، نشان دهنده این بود که در این قسمت مثلا بین فارس و ترک تفاوت معنیدار وجود داره، که بعد همین رو اینجا هم میداشت بین فارس و ترک این طرف دوباره همون عدد 805 که مثلا اون زمان ممکن بود که 100 باشه ستاره میداشت و معنی معنیدار بودن تفاوت بین این دوتا گروه بود. آیا میان کاراکتر محبوب در شرک 1 و جنسیت بر حسب نگرش نسبت به کنکور تفاوت معنیدار وجود دارد؟ بچه‌ها، ما الان این قسمت کاراکتر محبوب در شرک 1 رو داریم و جنسیت رو که سال قبلی حل کردیم میدونیم x1 هست و نگرش نسبت به کنکور هم فکر کنم z1 ما میشه. الان فقط اینو نمیدونیم که چی هست، بریم پرسش شما رو بررسی کنیم. x19 ما هست و 5 تا مؤلفه داره و 5 تا عدد میتونه اونجا قرار بگیره. این سوال بسیار شبیه تحلیل واریانس یک طرفه است. اونجا مثلا فقط داشتیم بین کاراکتر محبوب و نگرش نسبت به کنکور محاسبه می‌کردیم، الان جنسیت هم اضافه شده. وقتی که همچین حالتی پیش میاد که شما یه دونه متغیر کمی دارین، مثلا مثل نگرش نسبت به کنکور، و دو تا متغیر اسمی یا دو تا متغیر رتبه‌ای اومدن توی کار شما و میخواین بسنجین تفاوت بین دو تا رو، باید برین سراغ آزمون تحلیل واریانس دو طرفه. پس من یه بار دیگه براتون کل این قضایا رو توضیح بدم. آزمون تی تک‌نمونی اونی بود که می‌خواستیم یه نمره رو با یه نمره معدل کل یه جایی بسنجیم. آزمون تی مستقل زمانی بود که می‌خواستیم یه نمره رو بین دو تا گروه مختلف داده‌های خودمون بسنجیم، مثلا زنان و مردان، مثلا بین دو تا قومیت مختلف، مثلا مثل بین دو تا انتخاب مختلف داخل گزینه‌ها. آزمون تی زوجی زمانی بود که می‌خواستیم یک گروه رو دو تا نمره مختلف رو در اونها بسنجیم که در زمانهای مختلفی از اونها یک آزمونی گرفتیم یا این نمره رو براشون محاسبه کردیم. آزمون F زمانی بود که می‌خواستیم بین چندین تا گروه یک نمره‌ای رو بسنجیم، تفاوت بین اون نمره رو، مثلا قومیت‌ها یا حالت‌های مختلفی که از گزینه‌های مختلف میشه استخراج کرد و از 3 تا گزینه به بالا هستن میتونیم بینشون تفاوت رو بسنجیم. در آزمون تحلیل واریانس دو طرفه همون آزمون F رو انگار داریم، با این تفاوت که یک مؤلفه دیگه هم بهش اضافه شده. یعنی در کناری که من دارم قومیت رو میسنجم با یک آزمونی با یک نمره یه مسئله‌ای، دارم در کنار قومیت مثلا جنسیت رو هم اضافه میکنم یا مثلا نمیدونم درآمد رو هم اضافه میکنم. پس میریم سراغ آزمون تحلیل واریانس دو طرفه و گزینه‌اش رو من در برنامه شما نشون میدم. از قسمت آنالایز روی این گزینه کلیک میکنیم و گزینه اول که یونیورییت هست رو میزنیم. این قسمت باید اول متغیر کمیمون رو وارد کنیم که در فرضیه ما نگرش نسبت به کنکور اون متغیر کمی ما هست و من اینو اینجا وارد میکنم. اینه.
و توی قسمت دوم که فیکس فاکتور هست، اون در واقع دو تا متغیری که داریم رو باید وارد کنیم که فکر کنم قومیت بود و جنسیت. یه بار چک کنم فرضیه رو. x 19 بود و 1. و روی اوکی کلیک میکنم. اینجا برای من این جدول نشون میده به اسم تست آف between subjects effect. بچه‌ها خط اول این جدول نوشته که corrected model. اینجا این سیگی که هست برای ما اتمام حجت میکنه، میگه که اگر که در واقع کمتر از 500 باشه میفهمیم که مدلمون معنیدار هست. و این سیگ دوم هم نشون میده که بین x1 و x19 در واقع تفاوت رابطهشون معنیدار هست یا نه. پس شما اول این رو بررسی میکنید که مشخصا بیشتر از 500 هست و میتونیم بگیم که مدلمون معنیدار نیست و رابطه بین x1 و x19 هم با توجه به اینکه 4500 هست و 4500 بیشتر از 500 است که قراردادمون بود معنیدار نیست و این رو در جواب مینویسید. پس این میشه تقریبات دو طرفه. مقدار آزمونمون فکر میکنم چیزی بود که اینجا داشتیم، این افی که این پایین هست بین 1 و 19 و سیگمون رو هم در واقع توضیح میدیم، میگیم که سیگ کل مدل اینه و سیگ رابطه بین این دوتا متغیر 1 و 19 هم اینجوری هست و معنیدار نیست. آیا میان میانگین نمرات دختران و پسران در معدل کلاس هفتم ابتدایی تفاوت معنیدار وجود دارد؟ بچه‌ها این قسمت دوباره ما نمرات دختران و پسران رو داریم که این دوباره مربوط به متغیر x1 ما هست و اینجا هم معدل کلاس هفتم ابتدایی که x4 ما هست. این بسیار شبیه آزمون تی مستقل هست، با این تفاوت که به جای اینکه تی مستقل بریم قرار هست که بین میانگین هاشون این مقایسه رو انجام بدیم. در واقع این خیلی شبیه تی مستقله ولی فرمولش و از نظر آماری فلسفهش فرق داره. فقط قرار است که میانگین هاشون رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس میریم داخل قسمت SPSS Analyze Compare Means و این گزینه اول Means رو کلیک میکنیم. خب در این قسمت بالا معدل کلاس هفتم ابتدایی رو میبریم و این پایین هم اون متغیری که داشت به ما گروه بندی میکرد رو نشون میدیم، جنسیت. در پنجره که برای ما باز شده خودش اومده جنسیت رو نوشته، میانگین رو حساب کرده، مردها رو نوشته، میانگین اونها رو هم حساب کرده. در واقع ما میتونیم خیلی به صورت پیش‌فرض و دستی بنویسیم که میانگین معدل زنها 15 بود، میانگین مردها معدلشون در واقع 13 بود و این دو تا با هم دیگه فرق دارن. یعنی تمام کاری که تو قسمت مقایسه میانگین ها میتونیم انجام بدیم همینه و دیگه اونجا سیگ و مراحلی که از نظر آماری به ما اطلاع میداد که این دو تا معنی دار هستن یا نه رو دیگه نداریم. بریم سراغ فرضیه بعدی. فرضیه بعدی اون از نوع رابطه‌ای هست، همبستگی پیرسون. بچه‌ها دیگه کاری با این که بخوایم معدل یک چیزی رو بررسی کنیم خیلی نداریم، بیشتر قرار هست که دو تا متغیر رو با هم دیگه بررسی کنیم. دیگه کاری به گروهی از افراد و مشخص کردن انواع گروه ها نداریم. آیا افرادی که معدل کلاس هفتمشون بهتر است بیشتر در برنامه‌های انجمن علمی شرکت می‌کنند؟ این معدل کلاس هفتم در واقع همون x4 مون هست و اون که پرسیده در برنامه‌های انجمن علمی شرکت می‌کنن یا نه مربوط میشه به همین سوال شماره 11 و بهتر بود که در واقع اینجوری میپرسید، میگفت که آیا میان معدل کلاس هفتم پاسخگویان و شرکت در برنامه‌های انجمن علمی رابطه‌ای وجود دارد؟ در واقع سوال بهتر بود که اینجوری میپرسید چون ما قرار هست که به این سوال جواب بدیم، به این فرضیه قرار هست که جواب بدیم. این مشخصاً همبستگی پیرسون هست به این دلیل که جفت این عددهایی که ما داریم، یعنی هم متغیر x4 مون و هم متغیر x11 مون کمی هستن. ببینید این x11 ما هست شرکت در برنامه ها که اگر یادتون باشه 2 نفر 22 بار نفری شرکت کردن داخل برنامه هامون و این x4 ما هم که معدل کلاس هفتم هست و عدد کمیه که نمره های بچه‌ها رو داشتیم و هر بلایی می‌خواستیم سر x4 آوردیم. قرار است که بسنجیم ببینیم آقا آیا اینجوری هست که وقتی x4 بیشتر میشه این x11 هم بیشتر میشه؟ مثلا این کسی که 22 بار شرکت کرده آیا نمرش بیشتر بوده نسبت به کسی که هیچ باری شرکت نکرده؟ همچنین رابطه رو می‌خوایم بسنجیم ببینیم بین این دو تا چیزی معنیدار هست یا نه. برای این کار میریم سراغ همبستگی پیرسون چون جفت اینا کمی هستن. حالت بعدیمون همبستگی اسپیرمن هست که اون هم خدمتتون توضیح میدم. مسیرش آنالایز، کورلیت
و گزینه اول بایورییت رو کلیک میکنیم و اینجا در این قسمت دو تا متغیرمون رو وارد میکنیم که این x4 مونه و x11 مون و این قسمتی که پیرسون حتما تیک خورده باشه و روی گزینه اوکی کلیک میکنیم و برای ما همچین جدولی رو نشون میده. بچه‌ها این دقیقاً همون اونه، فقط یعنی این عددی که مثلا اینجا یک هست این یک اینجا هم هست، فقط جهتش فرق داره. ممکن است که ما بخوایم برای متغیرهای خیلی زیادی پیرسون رو انجام بدیم، اینجا میتونیم تا چندین تا متغیر رو وارد کنیم. ببینیم معدل کلاس هفتم ابتدایی و این سوال در برنامه‌های انجمن علمی تا الان چقدر شرکت کردید. اون مقدار همبستگی که برای ما به دست اومده یا ضریب همبستگیمون 16 صدم هست و چون سیگمون کمتر از 5 صدم نیست، بیشتر از 5 صدم هست، 51 صدم هست، پس بین این دوتا هیچ رابطه‌ای وجود نداره و معنیدار نیست. یعنی ما جواب این سوال رو اینجا می‌نویسیم پیرسون مقدار آزمون شد همون عددی که اینجا دیدیم 169 کورلیشنش 1/10 و سطح معنیداریش میشه 500 خورده‌ای که میتونیم بگیم این معنیدار نیست. تحلیلش هم اینه که رابطه‌ای بین دوتا وجود نداره و نه کی گفته کسایی که معدلشون بهتر بوده بیشتر داخل برنامه‌ها شرکت میکنن. حالا اگر که قرار بود که در واقع سیگمون معنیدار باشه و این دو تا با هم دیگه رابطه داشتن، مهم بود که بتونیم تفسیر کنیم که این 169 یعنی چی که من در انتهای ویدیو خدمتتون توضیح میدم. بریم سراغ فرضیه بعدی. آیا میان ساعت خواب و رفتن به کتابخانه مرکزی رابطه معنیدار وجود دارد؟ بچه‌ها این دقیقاً شبیه همون سال قبلی پیرسونمون هست و جاش هم داخل برنامه یکیه، با این تفاوت که این سری اون متغیرهایی که داریم دیگه کمی نیستن. ببینید ساعت خواب در ظاهر انگار یه متغیر کمیه، ولی وقتی به پرسشنامه‌مون نگاه می‌کنیم سال 18 یه سال ترتیبی یا رتبه‌ای هست. یعنی شما دیگه نمیتونید اینجا عدد وارد کنید، باید بین گزینه 1 2 3 4 5 و 6 یک گزینه رو انتخاب کنید که به ترتیب دارن بیشتر میشن اون ساعتی که داره و ترتیبشون هم لزوما طبق ساعت نیست. یعنی مثلا ممکنه که ما اینجا بنویسیم 7 ساعت، اینجا بنویسیم 20 ساعت، اینجا بنویسیم 24 ساعت. لزومی نداشت که بین 7 و 20 حتما یک اندازه باشه نسبت به 20 و 24. ترتیبیه دیگه، هیچ ترتیب خاصی ندارن به غیر از اینکه ترتیب دارن فقط. یعنی بین گزینه ها نیاز نیست که یه عدد ثابت اضافه یا کم بشه. سال 18 پس اینجا هست، پس این دقیقاً x 18 ما هست و رفتن به کتابخانه مرکزی هم اون بالاتر فکر کنم داشتیمش که فقط دو تا گزینه داشت. 20 مون هست، بین 1 و 2 باید انتخاب کنن. این هم x 20. میخواد بسنجه ببینه بین این دوتا رابطه معنیدار وجود داره یا نه. یعنی اینجوری هست که مثلا اونایی که بیشتر میخوابن بیشتر میرن کتابخونه یا برعکسش اونایی که بیشتر میخوابن کمتر میرن کتابخونه. سوال ما هستش. پس میریم یه بار دیگه آزمون کورلیشن رو اجرا میکنیم. این سری با گزینه اسپیرمن در نرم افزار آنالایز کورلیت بایورییت رو کلیک میکنیم و اینجا به جای اینکه پیرسون داشته باشیم تیک اسپیرمن رو میزنیم. البته گزینه هامون هم باید همون دو تا گزینه فرضیه سوال کنیم. صفحه رو من یکم بزرگتر میکنم. این قسمت چند بار به کتابخانه مرکزی میروید و چند ساعت در روز میخوابید رو وارد میکنم. تیک اسپیرمن رو زدم و گزینه اوکی رو کلیک میکنم. بچه‌ها همبستگی اسپیرمن رو برای من حساب کرد و سیگمون 17 هست، یعنی باز هم دوباره معنیدار نیست چون بیشتر از 5 صدم هست و یعنی باز هم تفاوت رابطه نداره بین این دوتا مسئله و مقدارش هم منفی 3 و 7 هست. یا بهتره بهتون بگم که ضریب همبستگیمون منفیه و عدد 0.3 یا تقریبا 0.4 رو داره نشون میده. بریم سراغ فرضیه بعدی. آیا میان معدل کلاس هفتم پاسخگویان و شرکت در برنامه‌های انجمن علمی با کنترل جنسیت رابطه معنیدار وجود دارد؟ بچه‌ها این سوال دقیقاً همون همبستگی پیرسونه. یعنی شما باز دارید معدل کلاس هفتم رو می‌بینید، یه عدد کمیه x4 مون بود. شرکت در برنامه‌های انجمن علمی هم یه چیز کمی بود. بذارید ببینیم x چند بود؟ x 11 مون بود. در واقع دوباره دو تا عدد داریم. با این تفاوت این سری یه چیز داریم اسم کنترل. با کنترل جنسیت میخواد ببینید رابطه وجود داره یا نه. این سوال اسمش همبستگی پارشال هست یا همبستگی جزئی و نکته خاصی نداره، صرفا همون پیرسون رو میگیره با این تفاوت که این سری جنسیت رو داره کنترل میکنه. یعنی اثر جنسیت رو بر این فرضیه ما و بر این آزمون ما داره کنترل میکنه، میذاره کنار، بدون اون انگار داره میسنجه که بین این دوتا همبستگی وجود داره یا نه.
پس این رو هم باید اضافه کنیم به ادبیاتمون. زمانی که از کنترل صحبت میشه سریع ذهنتون بیاد سمت همبستگی پارشال، چون در مقطعی که ما هستیم تنها آزمونی که مرتبط هست با این فرضیه فقط همبستگی جزئی یا همبستگی پارشال هست. مسیرش هم خیلی راحته چون دقیقاً اسم پارشال رو در گزینه‌ها داره. این قسمت اگر بیاید اولیه بایورییت بود که داخلش اسپی من و پیرسون بود، دومی همبستگی پارشال هست. من این قسمت رو تو متغیرم رو وارد میکنم که x بذارید نگاه کنم x4 و x11 بود، این بالا باید واردش کنم 4 و 11 و اینجا متغیر کنترلمون هم جنسیت بود، اینو این پایین وارد میکنیم و روی اوکی کلیک میکنیم. فرضیه‌مون 2 دامنه هست که اینا رو نیاز نیست خیلی توضیح بدیم، گزینه اوکی رو میزنیم و به این قسمت میرسیم. بچه‌ها الان با کنترل جنسیت که کنترل شده این قسمت دوباره سیگمون 583 هست و دوباره معنیدار نیست. رابطه بین این دوتا متغیر و ضریب همبستگیمون هم 1/10 هستش، 1.5 تقریبا. و میتونیم اینجا بنویسیم که همبستگی پارشال مقدار آزمون 1.5 تقریبا، سطح معنیداریمون 580 خورده صدم و تحلیلش هم اینه که بین فلان و فلان با کنترل جنسیت رابطه معنیدار وجود ندارد. سوال بعدی رگرسیون میان علاقه به دانشگاه و نگرش نسبت به کنکور را بگیرید. بچه این سوال رگرسیونه و توش مشخصا از این کلیدواژه استفاده کرده و دیگه کار خاصی خیلی نیاز نیست انجام بدیم، صرفا میدونیم که باید رگرسیون بگیریم و میخوایم بسنجیم ببینیم که آقا آیا علاقه به دانشگاه داشتن باعث این میشه که علاقه به کنکور هم داشته باشیم، یا بذارید من برعکس در واقع درست‌تر این رو اصلاح کنم، عذرخواهی میکنم. آیا اینکه نگرشمون نسبت به کنکور مثبت بوده باشه و در مورد کنکور خوب فکر کنیم باعث میشه که علاقمون هم نسبت به دانشگاه بیشتر باشه، یا حتی برعکسش، حالا ما فعلا داریم روی مثبتش فکر میکنیم. یعنی آیا این علتی هست برای این رگرسیون میخواد به ما این رو نشون بده. پس ما میریم این گزینه رو میزنیم و اینو میگیریم و انجامش میدیم و گزینه هایی هم که داره البته فرق داره، یعنی شما چند تا چیز دیگه باید اینجا وارد کنید به جای مقدار آزمون و سطح آزمون، سوال دیگری از شما پرسیده میشه. خب مسیر این یکی هم آسون هست نسبتا، آنالایز، رگرسیون و گزینه لاینر رو کلیک میکنیم و در قسمت بالا باید متغیر وابسته رو وارد کنیم. در واقع اون متغیر علاقه به دانشگاه هست که متغیر وابسته این فرضیه ما هست و قرار هست که اون رو در قسمت متغیر وابسته وارد کنیم. نگرش نسبت به کنکور میتونه متغیر مستقل ما باشه بر اساس توضیحاتی که توی ویدیوی اول خدمتتون عرض کردم. پس این بالا نگرش نسبت به دانشگاه رو وارد میکنیم، این پایین نگرش نسبت به کنکور، و چون 2 تا متغیر داریم روی همین حالت اینتر درسته. اگر بیشتر بود باید روی گزینه بعدی کلیک میکردیم و روی اوکی کلیک میکنیم. خب دوستان توی جدول مدل سامری میتونیم آر رو ببینیم، آر اسکور رو ببینیم و با این 2 تا کار داریم. آر در واقع همون همبستگی میان متغیرهای مستقلی هست که داشتیم روی متغیر وابسته. آر اسکور همون R2 هست، نشون میده که تغییرات متغیر که بین 0 و 1 هست چقدر است. یعنی این عدد به ما میگه که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته که در مثال ما نگرش نسبت به دانشگاه بود توسط این متغیر مستقل که در واقع نگرش نسبت به کنکور هست در این فرضیه تغییر پیدا کرده و محاسبه شده. یعنی الان مثلا 1/1000 از تغییرات متغیر وابسته توسط این متغیر نگرش نسبت به کنکور تعیین شده که عدد بسیار بسیار کمی هستش. و تو این ادجاس آر اسکور هم تعداد نمونه هامون که 17 تا بودن در این در واقع عدد لحاظ شدن و اصلاحش کرده به نوعی. و ما این پایین با جدول آنووا هم کار داریم. قسمت رگرشن همون رگرسیون ما باید سیگش رو بررسی کنیم که سیگش اینجا 904 هست و خب خیلی بیشتر از عدد 500 هست. پس نشون میده که در واقع معنیدار نیست، یا نمیدونم حالا تفاوت‌هاشون رو بررسی، علت‌ها رو نمیتونه به خوبی تبیین کنه یا یه همچین جمله‌ای و چیزای دیگر رو هم میتونیم برداریم و بریم. حالا نکته‌ای که هست اینه که در جواب اون سوالاتی که از ما پرسیده میشه ضریب تعیین رو از ما میپرسن که همین R2 هست که اینجا داشتیم، این ضریب تعیینه. افی که این قسمت داشتیم برازندگی آزمونه، سطح معنیداریمون این میشه و
و همبستگی بین دو تا متغیر این 32 صدمی هست که اینجا داشتیم. خب دوستان بذارید فرضیه فکر کنم دیگه نداریم، به پایان رسیدیم. من یه بار دیگه میخوام تمام اینها رو بر شما توضیح بدم. همبستگی دو تا متغیر اسمی رو فقط خدمتتون نگفتم که به نظرم بحث رو واقعا پیچیده میکنه و از حوصله این ویدیو خارجه. ممکن هست در آینده باز هم ویدیو ضبط کنم و توی اونها تمام آزمون ها رو با کلی فرضیه دونه بدونه حل کردم و اومدم جلو توضیح دادم، اما فعلا احساس میکنم برای این ویدیو کافی باشه مباحثی که خدمتتون عرض کردم. در آزمون تی تک نمونه ما یه نمره داشتیم مثلا x4 و میخواستیم که نمره بچه‌های خودمون رو یا شرکت کننده‌های خودمون رو یا پاسخگوهای خودمون رو با یه نمره یک دانه بررسی کنیم، مثلا با نمره 16، مثلا با نمره 17، مثلا با نمره 14. در آزمون تی مستقل میخواستیم که نمره‌ای که خودمون داریم از تمام شرکت کننده هامون رو مثلا x4 رو بین دو تا گروه مختلف بررسی کنیم، مثلا زنان و مردان، مثلا قومیت‌های مختلف بین مثلا لور و ترک. در آزمون تی زوجی میخواستیم که بین یک گروه از شرکت کننده‌ای که داشتیم نمره دو تا آزمون مختلف رو بررسی کنیم و بفهمیم که بین این دو تا نمره فرقی هست. آیا درس بچه‌ها بهتر شده بدتر شده؟ آیا این معتاد علاقهش نسبت به مصرف مواد مخدر کمتر شده یا بیشتر شده؟ و مثال‌های دیگه. در واقع منظورم از این معتاد منظورم این دسته‌ای از افرادی بود که داشتیم، آیا اینها علاقهشون بیشتر شده یا کمتر شده. در آزمون F داریم همون کار تی مستقل رو انجام میدیم، داریم بین دو تا گروه مختلف بررسی میکنیم. تفاوت بین یک نمره رو فقط به جای که 2 تا گروه داشته باشیم 5 تا گروه، 6 تا گروه، 7 تا گروه و بیشتر داریم، از 3 تا گروه به بالا. در آزمون تحلیل وارنس دو طرفه داریم همون کار آزمون تحلیل وارنس یک طرفه رو انجام میدیم. با این تفاوت که 2-3 تا فیلتر داریم، مثلا جدا از قومیت داریم جنسیت رو هم همزمان با همدیگه بررسی میکنیم ببینیم بین این 2 تا حالت تفاوتی وجود داره یا نه. در آزمون مقایسه میانگین ها داریم خیلی کلاسیک و ساده، فقط میانگین دو تا رو به دست میاریم، با هم دیگه میتونیم مقایسه شون کنیم به صورت چشمی و بگیم این با این فرق داره. در همبستگی پیرسون داریم رابطه معنیدار رو بین دو تا متغیر کمی بررسی میکنیم. در همبستگی اسپیرمن داریم رابطه دو تا متغیر رتبه‌ای رو با هم دیگه بررسی میکنیم. من دو تا متغیر اسمی رو بهتون نگفتم و اون هم آزمون‌های خودش رو داشت. در همبستگی پارشال هم داریم همون آزمون پیرسون رو میگیریم، با این تفاوت که یک متغیر داریم داخل اون آزمون کنترل میکنیم که برای اینکه بدونیم کنترل چی هست و سایر مباحثی که خدمتتون عرض کردم باید برگردیم به روش تحقیق و آمار در علوم اجتماعی. و در رگرسیون هم داریم فقط رگرسیون میگیریم و خب اسم خودش رو داره و خیلی واضح و مشخص هستش. 2 تا نکته رو فقط خدمتتون عرض کنم و جمع‌بندی ویدیو رو داشته باشیم. دوستان زمانی که داشتیم ما مقیاس می ساختیم و به عدد آلفای کرونباخ رسیدیم که فکر می کنم برای این مثالی که داشتیم حل می کردیم 8 بود، باید توجه می کردیم که می تونستیم این مقدار آلفا رو هم تفسیر کنیم و هر چقدر بیشتر باشه منطقاً بهتره و یه حداقلی هم داره. اگر که مقدار آلفای کرونباخ ما زیر در واقع 5 باشه اصلا غیر قابل قبول هست و نمیتونیم اون مقیاس رو بسازیم با استفاده از اون متغیرها. باید برگردیم به مراحل قبلتر و اصلاح کنیم خیلی از موارد رو. اگر که 7 باشه قابل قبوله، اگر 8 باشه خوبه و اگر 9 باشه عالیه و اگر که 6 باشه باز سوال برانگیز و قابل تردید هستش. نکته دومی که می‌خواستم بهتون بگم در آزمون پیرسون وقتی که داشتیم به یه عدد ضریب آزمون میرسیدیم، یعنی در واقع در این مثالی که داشتیم حل می‌کردیم این آیا افرادی که معدل کلاس هفتمشون بیشتر از بیشتر در برنامه انجام شرکت می‌کنن، اینجا ما به یک عدد پیرسون هم رسیدیم و اون هم دوباره تحلیل خودشو داره که من این عکس رو میخوام باز کنم بهتون نشون بدم. ببینید اگر که بین 8 تا 1 باشه بسیار قویه و اگر که 2 تا 14 باشه اصلا رابطه خیلی کمه یا ضعیفه و اگر 0 تا 2 باشه هم اصلا رابطه انگار وجود نداره. دوستان در پایان بهتون توصیه میکنم حتما این کتاب راهنمای تحلیل آسان آماری رو از آقای رامین کریمی مطالعه کنید. کتاب 300 صفحه‌ای هست. خیلی از مباحث شما اینجا سر کلاس صحبت کردیم و خیلی از مباحثش هم به درد ما نمیخورن چون بسیار طولانیه، اما خیلی جذاب و کاربردی اینها رو توضیح دادن خودشون و دو تا تصویری هم که دیدین از کتاب ایشون بود. امیدوارم که این پلیلیست بهتون کمک کرده باشه. مطالبی که گفته بودم رو در کانال تلگرامم قرار میدم و میتونید فایل ها و
PDF های لازم رو دانلود کنید. همچنین احتمالاً یه نمونه سوال جامع و کامل رو هم براتون اونجا قرار میدم، میتونید دانلود کنید، زمان بذارید، بشینید در طی 1 ساعت اونها رو حل کنید و جوابش رو هم در پیام بعدی براتون میفرستم که بتونید نمره خودتون رو بررسی کنید. شاد و پیروز باشین. فعلا خدا نگهدارتون.